یک نویسنده 360 صفحه نوشت تا ثابت کنه 1 به اضافه 1 مساوی با 2. یک فیلسوف هم کتابی نوشت که هنوز بعد از 200 سال دانشجویان فلسفه و اساتید دانشگاه ازش میترسن. یه نویسنده دیگه هم تصمیم گرفت درباره خدا، عشق و آزادی با قواعد ریاضی بنویسه. امروز قراره با 10 کتابی آشنا بشیم که خیلی ها اونا رو سخت‌ترین کتابایی میدونن که در تاریخ علم و فلسفه نوشته شدن و البته تمام این کتاب‌ها بسیار مهم و تأثیرگذار بودن. اینها کتاب‌هایی هستند که حتی نابغه‌ها رو به چالش می‌کشن. جالب اینه که حتی بعضی از نویسندگان نوشتن کتابشون رو هم به پایان نرسوندن، ولی این موضوع از اهمیت این کتاب‌ها کم نکرده. اگر تا به حال از این لیست کتابی رو خوندین، حتما در کامنت‌ها برام بنویسید و 3 کتاب آخر لیست از همه اونها دشوارترن. بریم از شماره 10 شروع کنیم. گودل، اشر، باخ، داگلاس هافستاتر. این کتاب که جایزه پولیتزر رو هم گرفته در نگاه اول چندان ترسناک به نظر نمیاد. هافستاتر ازت میخواد همزمان در 3 سطح مختلف فکر کنی: منطق ریاضی، هنر بصری و موسیقی. خیلی زود متوجه میشی که وارد هزار توی عجیب و افسانه‌ای شدی. اون از آثار گودل ریاضیدان، نقاشی‌های اشر و موسیقی باخ استفاده میکنه تا به یک سوال عمیق برسه: آگاهی چیه؟ آیا میتونه از هیچ به وجود بیاد؟ و آیا ماشین ها هم میتونن روزی واقعا فکر کنن؟ جالب اینجاست که خیلی از بحث های امروزی درباره هوش مصنوعی، خودآگاهی و ذهن ریشه هایی در این کتاب دارن. کتابی که هم شاهکاره و هم یه آزمون برای اندازه‌گیری صبر خواننده. کتاب شماره 9، کتاب هستی و نیستی، اثر ژان پل سارتر. اگر بخوایم کتابی رو انتخاب کنیم که اگزیستانسیالیسم رو به اوج معروفیت رسوند، احتمالاً باید این کتاب رو انتخاب کنیم. سارتر میخواست به یکی از قدیمی ترین سوالهای بشر پاسخ بده: انسان چیه؟ آیا ما انسان‌ها ذات مشخصی داریم یا خودمون باید خودمون رو بسازیم؟ اون در بیش از 700 صفحه آزادی، اضطراب، مسئولیت، عشق و هویت رو بررسی میکنه. مشکل اینجاست که سارتر تقریباً هیچ چیزی رو ساده توضیح نمیده. هر فصل پر از تحلیل‌های طولانی، مفاهیم انتزاعی و استدلال‌های پیچیده است. اما پاداش خوندن اون مواجهه با یکی از تأثیرگذارترین ایده‌های سارتر: انسان محکوم به آزادیه. کتاب شماره 8، اصول ریاضی فلسفه طبیعی، نوشته آیزاک نیوتن. وقتی نام نیوتن رو میشنویم معمولاً داستان سیب به ذهنمون میاد. اما کتابی که نیوتن در قرن 17 نوشت اصلا شبیه داستان اون سیب نیست. پرینکیپیا ماتماتیکا به زبان لاتین نوشته شده و با روش‌های پیچیده هندسی قدیم مفاهیم رو توضیح داده. این کتاب بعدها پایه‌های فیزیک کلاسیک رو ساخت و حتی امروزه هم خیلی از دانشجویان فیزیک بدون دردسر نمیتونن اونو بخونن. اما از دل همین کتاب قوانینی بیرون اومد که حرکت سیارات، سقوط اجسام، ساخت موشک، مهندسی و حتی سفرهای فضایی رو ممکن کرد. کتاب شماره 7، کتاب اخلاق، نوشته باروخ اسپینوزا هست. فرض کن بخوای درباره خدا، عشق، آزادی، خشم و شادی بنویسی. احتمالاً سراغ شعر یا نثر ادبی میری. اما اسپینوزا تصمیم گرفت که این کار رو مثل یک ریاضیدان انجام بده: تعریف موضوع، اصل موضوع، قضیه و بعد اثبات. دقیقاً مثل هندسه اقلیدوسی. فقط موضوعش به جای مثلث و دایره خدا، روح، عشق، آزادیه. سختی این کتاب در اینه که اگر یه تعریف رو اشتباه بفهمی همه چیز بعدش فرو میریزه، چون هر قضیه‌ای روی قضیه قبلی بنا شده. نتیجه کتابی شد که بسیاری اون رو یکی از عجیبترین آثار تاریخ فلسفه میدونن. اما پشت این ظاهر خشک یکی از انقلابی ترین دیدگاه‌ها درباره انسان و جهان پنهان شده. دیدگاهی که بعدها بر نیچه، فروید و حتی اینشتین هم تأثیر گذاشت. کتاب شماره 6، رساله منطقی فلسفی، نوشته لودویگ ویتکنشتاینه. ویتکنشتاین این کتاب رو در طول جنگ جهانی اول نوشت، در سنگرها و در زیر آتش دشمن. وقتی تمومش کرد فکر کرد تمام مسائل فلسفه رو حل کرده. کتابش کمتر از 100 صفحه است، ولی نباید حجم کمش فریبت بده. ویتکنشتاین معتقد بود که مشکل فلسفه اینه که فیلسوفان از زبان درست استفاده نمی‌کنن. وقتی میگیم روح چیه یا معنای زندگی چیه، در واقع داریم سوالهایی میپرسیم که زبان اصلا توانایی پاسخ دادن بهشون رو نداره. اون میخواست مرزهای زبان رو مشخص کنه، مرز بین چیزایی که میشه توضیح داد
و چیزهایی که نمیشه. یکی از جملات کتاب به یکی از مشهورترین جملات تاریخ فلسفه تبدیل شد. درباره چیزهایی که نمیتوان سخن گفت باید خاموش ماند. جالبتر اینه که خود ویتکنشتاین بعدها بخش زیادی از ایده های این کتاب رو زیر سوال برد و رساله تحقیقات فلسفی رو نوشت که بعد از مرگش منتشر شد. اتفاقی که افسانه‌ای بودن و جذابیت این فیلسوف رو بیشتر هم کرد. کتاب شماره 5، کتاب سرمایه، جلد اول، نوشته کارل مارکسه. این کتاب احتمالاً بیش از هر کتاب دیگه‌ای تو این فهرست بر سیاست و تاریخ جهان مدرن تأثیر گذاشته که در ویدیوی قبلی کانال هم راجع بهش حرف زدیم. مارکس میخواست بفهمه چرا در جوامعی که ثروت عظیم تولید میشه فقر همچنان پابرجاست. برای پاسخ دادن به این سوال اقتصاد، فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی و سیاست رو با هم ترکیب کرد. نتیجهش کتابی شد که هنوز هم محل بحث و مناقشه زیاده. بعضی اون شاهکار نقد سرمایه‌داری میدونن، برخی هم اون رو بزرگترین اشتباه تاریخ میدونن. جالبه که خیلی از مخالفین مارکس و حتی خیلی از هوادارانش یک بار همین کتاب رو نخوندن. اما تقریبا همه کسایی که خوندن موافقن که خوندنش کار آسونی نیست. حجم زیاد، مفاهیم پیچیده اقتصادی و ارجاعات مداوم به فلسفه هگل اون رو به یکی از دشوارترین آثار علوم انسانی تبدیل کرده. کتاب شماره 4، کتاب نقد عقل محض، نوشته امانوئل کانت. کانت تصمیم گرفت که کل شناخت انسانی رو زیر سوال ببره. اون پرسید چگونه چیزی رو میشناسیم؟ از کجا مطمئنیم جهان همون چیزیه که میبینیم؟ آیا ذهن ما واقعیت رو کشف میکنه یا اون رو میسازه؟ کانت برای جواب دادن به این سوالات یک سیستم کامل از مفاهیم جدید رو اختراع کرد. پیشینی، پسینی، تحلیلی، ترکیبی، فنومن و نومن. با این حال این کتاب مسیر فلسفه غرب رو برای همیشه عوض کرد. خیلی از دانشجویان فلسفه میگن فهمیدن چند صفحه از کانت بیشتر از خوندن یک کتاب کامل زمان میبره. اما اگر فلسفه مدرن رو به یک رودخانه تشبیه کنیم، کانت قطعاً یکی از سرچشمه‌های اصلی اونه. کتاب شماره 3، کتاب پدیدارشناسی روح، اثر هگل هستش. گیورگ ویلهلم فردریش هگل نه تنها فقط خوندن اسمش سخته، در سال 1807 یک کتابی نوشت که به یکی از مشکل‌ترین کتاب‌های تاریخ تبدیل شد. هگل معتقد بود که تاریخ، جهان و ذهن انسان همه در نهایت به جایی میرسن که اون بهش میگفت روح مطلق و در یک لحظه همه چیز با همه چیز آشتی میکنه و در نهایت خودآگاهی کامل ایجاد میشه. البته منظور هگل از روح اون چیزی نبود که در ذهن ما وجود داره. مشکل اینجاست که کتاب پدیدارشناسی روح هگل این ایده رو با زبانی بیان میکنه که حتی برای استادان فلسفه هم گیج کننده است. اکثر فیلسوفا میگن پدیدارشناسی روح رو باید حداقل 3 بار کامل خوند تا چیزی دستگیرت بشه، ولی هر بار که میخونیش معنای متفاوتی پیدا میکنه. اما تأثیر این کتاب اونقدر عظیم بود که بدون اون شاید خیلی از ایده های بشری مثل مارکسیسم، فاشیسم و خیلی از جریان‌های دیگه فکری هم شکل نمیگرفتن. و میرسیم به کتاب شماره 2. کتاب شماره 2، کتاب هستی و زمان، اثر مارتین هایدگر هست. هایدگر معتقد بود که مهمترین سوال فلسفه در حدود 2500 ساله که کلاً فراموش شده. سوال اون ساده به نظر می رسید. هستی چیه؟ برای جواب دادن هایدگر یک کار رادیکال کرد. زبان آلمانی رو از نو اختراع کرد. واژه‌هایی ساخت که قبلاً وجود نداشتن و مفاهیمی که هیچ معادلی در هیچ زبانی ندارن و ترجمه کاملشون به زبان‌های دیگه تقریباً غیر ممکنه. خوندن این کتاب شبیه ورود به سرزمینیه که قواعد خودش رو داره. اگرچه هایدگر هیچ وقت نتونست این کتاب رو تموم کنه، هنوز هم یکی از تاثیرگذارترین آثار فلسفی قرن 20 محسوب میشه. هایدگر خودش در جایی گفته شاید هیچ کس کاملا نفهمه که من چی میگم. شاید حتی خود منم نفهمم. کتاب شماره 1، اصول ریاضیات، نوشته راسل و وایت هد هست. حالا میرسیم به سخت‌ترین کتاب لیست. برتراند راسل و آلفرد نورث وایت هد میخواستن یک چیز رو ثابت کنن، اینکه کل ریاضیات از منطق محض میاد و برای این کار 3 جلد کتاب نوشتن. هزاران صفحه پر از نمادها و فرمول‌هایی که حتی شبیه نوشته نیستن. و یک نکته تاریخی درباره این کتاب هست که باید بدونی. تا صفحه 360 کتاب طول میکشه تا اثبات بشه 1 به اضافه 1 برابر با 2. اما داستان اینجا تموم نمیشه. چند سال بعد ریاضیدان جوانی به نام گودل
نتایجی رو منتشر کرد که محدودیت‌های هر سیستم منطقی رو آشکار می‌کرد. اون نشون داد که هر سیستم قدرتمند مثل منطق ریاضی محض پرسش‌هایی داره که در درون خودش قابل اثبات نیستند. این کشف نه تنها ریاضیات بلکه فلسفه، علوم کامپیوتر و درک ما از عقلانیت رو برای همیشه تغییر داد. و همین موضوع باعث شد که پروژه عظیم راسل و وایتهد به یکی از جذابترین فصل‌های تاریخ اندیشه انسانی تبدیل بشه. در نهایت باید اعتراف کنم که من هم فقط چند تا از کتاب‌های این لیست رو خودم خوندم که فهمیدن برخی از مفاهیمشون برام چند سال زمان برد. مطمئنم که میشه کتاب‌های بیشتری رو به این لیست اضافه کرد که حتما در کامنت‌ها پیشنهادتون رو برام بنویسید. اگر به فلسفه، تاریخ ایده‌ها و کتاب‌های بزرگ علاقه‌مندین، حتما کانال رو دنبال کنید و با لایک خودتون از این نوع محتوا حمایت کنید. برای ساختن دنیایی بهتر بیایم ذهنمون رو باز نگه داریم و عمیق‌تر فکر کنیم.